سلام بیننده ارجمند. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان امان الله حکومت الله رئیس شرکت دولتی راه آهن را از مقامش برکنار کرده است که وقت‌های اخیر پیوسته در مطبوعات انتقاد می‌شد. با گفته مقامات رسمی او به دلیل رسیدن سینش بر نفقه و با خواهش خود از این مقام دست کشید. امان الله حکومت الله هفته پیش در نشست خبری اشاره کرد که از مقامش می‌رود. من یکمین مای سال 2014 من سال نفقم میرسه. نمی‌مونه که نفقه نیست. من با گفته سنگی من آدمی کسری. نام امان الله حکومت الله در آستانه انتخابات ریاستی جمهوری و بعد از آن سری زبان‌ها شد که در یک صدمه مرگبار با شرکت پسر نابالغ او در مرکز دوشنبه 3 نفر کشته شدند. عبدالفتاح غایب رئیس آژانس مبارزه با فساد در تاجیکستان از شیوه تفتیش بحث برانگیز پرونده زید سعیدوف وزیر پیشین صنعت حمایت کرد که او را چند پیش به 26 سال زندان محکوم کردند. در همون گزیت سوپیوای برامون بزرگان که محکوم روی زید سعید تهمت کرده است که همین کودک از این است. این کودک از این است. میبخشید نمان بدم جواب نه همون گزمانی رو. همین کلاس بزرگ همون دختر میدونم همون مادر میدونم که کودک از کی است. زید سعیدوف تاجر شناخته و رهبر گروه تشبسکاری حزب تاجیکستان نو را ماه دکبر گذشته با گناه سوء استفاده از مقام، تجاوز به ناموس و چند جنایت سنگین به زندان محکوم کردند، اما خودش میگوید این اتهامات بافته است و انگیزه‌های سیاسی دارد. در تاجیکستان سال گذشته تعداد زنهای تنفروش صدها نفر بیشتر شده و مقامات رسمی را نگران کرده است. رهبران کمیته کار با زنان و خانواده در نشست خبری در دوشنبه گفتند سال 2013 بیشتر از 1600 زنان و دختران تنفروش را ثبت نام کردند که نظر به سال 2012 338 نفر زیاد است. در این سال جنایت میان بانوان هم افزوده است. شماره جنایتی که زنان صادر کردند گفتنی هستند که 1089 جنایت صادر شده است و که این هم نظر به سال گذشته 2006 جنایت زیاد است. مقامات کمیته زنان گفتند که بانوان تاجیک از جمله با اتهام قلابی و دزدی بازداشت و زندانی میشوند. حکومت شهر دوشنبه امر داده است به زنان کوچروب که پایتخت تاجیکستان را پاکیزه نگه می‌دارند 1000 سامانی و یا 200 دلاری هدیه بدهند. با گفته مقامات شهرداری این کمک یک نوع قدردانی از کار زنان کوچروب است که با وجود هوای سرد و برفی زیادی اخیر در خیابان‌های شهر زحمت می‌کشند. های وضعیت کار مهمی که ساعت 3 شب می‌بریم کار می‌کنیم. همین را هر وقت تازه می‌کنیم که پیاده گردون محترم مشکلی نکشه. اخبار و گزارش و ویدیوهای بیشتر در تارنامه رادیوی آزادی در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم زمینه مخصوص رادیوی آزادی برای تلفن‌های هوشمند.